دوستان عزیز سلام، وقتتون بخیر. خیلی زود خوش آمدین به چنل پناهجو نیوز. قسمی که براتون وعده کرده بودم درباره کارت شانس آلمان بیشتر معلومات میتونم و طریقه ثبت نامش براتون خواد گفتم. اینی وبسایت شانسن کارت یا کارت شانس آلمان است. قسمی که تصویر میبینید من لینکش هم بر شما خواد ماندم که میتونه از طریق داخل شوه. البته میخوایم انگلیسی باشه تا بیشتر دوستایی که به انگلیسی آشنایی دارن بهتر بفهمن. نام این کارت در انگلیسی است اپورتونیتی کارت یا شانسن کارت، کارت شانس، کارت فرصت. خیلی دوستا این اشتباه گرفته بودن با کیس پناهندگی. کیس پناهندگی کاملا چیز متفاوت است. این یک چیز متفاوت است که دولت آلمان به خاطر کمبود نیروی کار این فرصت را برای کسایی که کسب و کار دارن و میخواین که در آلمان کار بکنن این زمینه را فراهم ساخته که ویزای 12 ماهه برشون بده و اینجا بیان مطابق کسب خود برای خود کار پیدا بکنن. یعنی که در صورتی که شما این ویزا را دریافت کنین 12 ماه میتونین که در آلمان باشین و در این 12 ماه باید برای خودتان کار پیدا کنین. سهولت‌هایی هم داره مثل از که میتونین هفته 20 ساعت در هفته کار بکنین که پوینت ماش در آلمان فعلا 13 یورو است که حساب بکنین دیگه 20 ساعت ضرب 13 یورو میتونین کار بکنین که معمولا مالیه خیلی کمی داره. از بدیای فرصتی است که شما باید حداقل زبان یاد داشته باشین، سند تحصیلی داشته باشین مطابق رشته که کار میکنین و یکی تجربه کاری داشته باشین. سنتان پایین باشه ویژگی است، چون هر این چیزی که بر شما گفتم امتیاز داره. مثلا اگر شما تحصیل کرده باشین امتیازتان بیشتر است، اگر شما تجربه کاری داشته باشین امتیاز بیشتر است، شما اگر زبان یاد داشته باشین، آلمانی یاد داشته باشین امتیاز بیشتر است، انگلیسی امتیاز پایینتری داره. این چیزایی است که باید داشته باشین. بیاین که شروع بکنیم. در وقت سفر آغاز کردین میتونین که آخر برین بخش چیزش برین که ثبت نام بکنین یا از شروع صفحه این استارت ناو میزنین میرین در پایین از شروع میشه. متاسفانه که بعد از این سوالا و چیزایش کلش به آلمانی است. راه حلش این است که شما وقت از گوگل ترنسلیت استفاده بکنین که مستقیم عکس ترجمه میکنه. بیاین شروع میکنیم. اولین چیز که ملیتتان چی است؟ خوشبختانه که در شروع فهمیده میشه که افغانستان داره، یعنی کسایی که ملیتشون از افغانستان است میتونن که در پروسه اشتراک انتخاب میکنین افغانستان. بعد از او که اینجا باز نوشته است که از این ملیت که هستین بازم چیز دارن، کدام ملیت دیگر هم دارن، یک ملیت است که 9 نداریم. بعدش هم این درباره تحصیلاتتان گفته. یک ما در آلمان دو چیز متفاوت است، یکی ausbildung نام داره که در تصویر هم براتون نشان میدم، دومیش هم که تحصیلات عالی است. در صورتی که شما کسب یاد داشته باشین، چون هر کسب در اینجا تحصیلش باید بکنه، حتی گارسون هتل هم که است 2 سال 3 سال تحصیل میکنه، فروشنده، خراتکار، نجار، هر آن چیزی که هست ausbildung انجام میدن. با کسایی که دانشگاه میخوان یا پانتون میخوانن اونا رو. در صورتی که اینجا هوخشول ابشولوس که من مثلا سند دانشگاه دارم من میره انتخاب میکنم. در اینجا که متن خیلی زیاد هم است میگه که می دوره تحصیلی شما انجام رساندین آیا دولت آلمانی را به رسمیت میشناسه یا اینکه حداقل یا در رسمیت شناخته شده یا نه؟ کوشش کنین که گزینه اول انتخاب بکنین. اگر چون ما مدرکتان از آلمان نیست، اما مدرکی که دارین با معیارات آلمان برابر است.
انتخاب میکنیم. سوال بعدی اینجا ویگوش پرفرنسی تو درباره زبان آلمانیتان پرسان میکنه که زبان آلمانیتان در چی سطح است. یعنی A1 کس قسمی که به تصویر میبینین پایین ترینش هست که باید ایره داشته باشین. آسوای کس یعنی بهتر است. B1 سند نرمال است که باید داشته باشه همگی در آلمان و بسوای هم چیز بالایش میشه. ساینس و سسوای هم که بسوای داشته باشین بیشترین امتیاز داره. حداقل شما باید A1 داشته باشین. ما مثلا B1 دارم B1 انتخاب میکنم. و آلمان انگلیسیتان باید B2 باشه و اگر ساینس باشه خب این نور امتیازتان بیشتر میشه. ما مثلا بسوای دارم بسوای میزنم. در صورتی که 18 تا 34 باشین بیشترین امتیاز رو میگیرین. از 35 تا 39 امتیازش متوسط است. اگر 40 بالاست امتیاز خیلی کمی میگیرین و داخل برتان امتیاز کمتر میده. هر چقدر امتیازتان داخل بیشتر باشه چانسی که ویزا رو بگیرین زیادتر است. مثلا 38 سالم است 35 تا 39. در اینجا گفته شده که تجربه کاری را پرسان میکنه. Ausbildung تجربه کاری که مطابق همین سندی که شما دارین چی سند Ausbildung یا سند مسلکی است چی سند دانشگاه است میگه تجربه کاری هم در قسمت دارین یا نه. من دارم مثلا. اینجا گفته شده که چند سال تجربه کاری دارین. من مثلا 13 سال تجربه کاری دارم اما اینجا گزینه 13 سال نداره 5 تا 7 سال داره. حداقل 5 تا 7 سالش انتخاب میکنم. شما نظر به که چقدر تجربه کاری دارین میتونین که انتخاب بکنین. اگر گفته درس خواندین یا Ausbildung که انجام دادین تجربهتون در قسمت اگر کم است گفته انتخاب بکنین که چقدر است. اگر گفته که تجربهتون کم نیست 9 انتخاب بکنین. مثلا در این بخش ها اگر شما این فکر میکنم بخش است که زیادتر خود آلمان ضرورت داره. اگر گفت در این یک از این بخش ها تجربه کاری دارین میتونین انتخاب که بدون از 9 انتخاب. من در این بخش ها انتخاب تجربه ندارم. من 9 انتخاب میکنم. آیا گفته در 5 سال گذشته 6 ماه در آلمان زندگی کردین. ما مثلا زندگی کردیم. خب بیشتر شما که از افغانستان مین زندگی نکردین 9 انتخاب میکنیم. آیا گفته خانواده خانم یا شوهر دارین که در آلمان زندگی بکنه یا کمکتون بکنه شما که در افغانستان هستین؟ نه خیر. در اینجا گفته که آیا منابع کافی برای حمایت مالی خود دارین که حداقلش هست گفته مندستنس حداقل 12324 نفر 24 یورو برای هر نفر. یعنی شما حداقل 12324 یورو در اکانت بانکیتان باید داشته باشین که باید داشته باشین. بدون از امتیاز هم بسیار پایین میره. ولی مدار اینجا درباره قرارداد کار گفته در آلمان دارین هابنزشون نه خیر ندارم چون در اونجا قرارداد کاری در آلمان نمی داشته باشین. نه. و در این قسمت باید نام خود و ایمیل آدرس خود داخل کنن. آقایان ببینیم congratulation
امتیاز از 6 بالا گرفتیم که قبول شد و این قسم شما را انجام بتین. بعد از او برتان از طرف سفارت ایمیل می آید. باید منتظر بشین، مطمئن که درخواست خیلی زیاد است. اینا کاتگوری بندی میکنن، میبینن که در کدام در کی ضرورت دارن، بعد از او براتون درخواست میده. پروسه بعدی مربوط خود سفارت میشه، اما پروسه ثبت نام اینه می است. خیلی زیاد تشکر از همراهیتان. تا ویدیوی بعد همیشه به خدا نگهدار میسپارم. اگه بازم سوال و چیزی بوده پای ویدیو بنویسین و براتون جواب خواهم داد. تشکر.